چی را زدی؟ ای بی خودشی ای بی اوشو ای بی تو شد بگویم روش از رو بگیرم چرا خورد خدا بگیرم چه البستیتا به همین قدرک یکان جای آچت کم شد نمیخوام که آچه من مثل آتم اقورت کنانه تو هم حقارت که حساب برابر میمانی که گبمانه تمام کنه پای مربیا مرا جنگ نکنه که کسل دارم اگر کسل این گیرم آچه سالی همه تا ریان بعد همین واقعه ها یک خیل کودکا عجینه برش کرد نکن طلبت بس کن افای مربیا بس سر من داد نزنه تو چی کله شیر آوردی؟ نه کله شیر آوردم و نه کله نهو شیر بچه مدیری انبارم گفته پیشکتا پیش نگرد نباشم من کار کردم میرم ربی رفتن گیر غم و غصه یک تا کمتر توفه آنچم آورده رو هم میبرم آی شنیدی؟ او یگان کس شنود باور میکنند اینها آدم شرمنده دو دنیا میکنند طلبت آچت هیچ چیز نآورده است نآوردن آورد اینا خدایات هم دیده بود راسته ها من دیدم آورد کی آورد؟ همون روز که آچه شیرین شکلات آورد و آچه نگاره کند و کنفت و آچه همزه پول آچه من روش فرد انا همون برای چی دروغ میگویی؟ برای چی دروغ میگویی؟ وکیل است که تو خودشون دروغ میگویند و باز ما را دروغگو میبلالند برای چی دروغ میگویی؟ مادرم برای همون چیزهای آورده است با پدرم چند قدر جنجال کردم پدرم گفتن که نباید تو با این رفتار از آنها را تحقیر میکنی آها گدا نیستن مادرم گیرک حتی گفتن تو ها رو نمیدونی آها از گدا هم بدترم تو پایی تو مادرم آها انوای خوله کویته کوی شک جاید کو یا کوچی کیان وای مودی ماتی دست رو مدنی من آورده اگر مدلم با مولابیت توفلی نمی آورد کو مالو با بخشا نمی گرفتم انا با خلیبی باز عدیل پشمی می بیالیم انا بعد من در کتی علایده می خوابم براستی؟ گپا کی گو؟ گپا کی گو؟ اوتم دادای من میگه که جسمی مرابیه ها گذار گدو هست بچو اگر اوچای من هم یکم کاغذ پیش بیارد من هم در کتی علایده می خوابم بو الله میگم شاکی نفر به مادرت گوی که لباسهایت را شوید شبو نداره برای چی؟ پدرم ماشینی نو خلیبنی در ماشینی نو با لباسهای چرکین نمیشنم من یک قوطی پر شکلات دارم اگر آنها را زود نخونیم ویلو شدن است ممکن بچه ها من بغیر از تامپکس دیگر همه نمودی شکلات را خوردم تامپکس شکایت نیست چه خیلی نه در تلویزیون سو دادن کو وای تو بسیار از مولابیه پول نفهمونم بچه ها من نیست بروزی خواب دیدم که از آسمان شکلات بولی شکلات بود؟ یا خودم هم از دو جان کردن اتونی سیکلسی چه خاله بود؟ سیکلس بود بلای چی منو دعوت نکرد؟ تو کشته هم مشلو نچیده خواهی تو به خوابم میدر آمدی؟ چیکار به خوبی تو داری؟ نیست پیروزی با بارش سیمان سرما خوبی مرا یک جا میبینی مالک مالش بوزه بود تو دیگر رو دعوت نکنی بچو
دلار. در مغازه مادر شکلات هست؟ ها پول هر روز نخوری؟ نه شکلات بالای فروختن است بالای خوردن نه مادری من با ایدون مراتبه بر دوبای رفتم میارم. همه اوچه دویم کتی اوتای من میروه بالای پدرت را مادری من میفروشد. مادری من هیچ جا نمیرود هیچ چیز هم نمیارد بالای چی؟ همه چیز رو دیگران میشید پدرم میارن جان مادری من هم کار میکنم در کجا؟ نمیدونم لیکن شفا خسته شده دیر میوید خونش بازی بچه ها حتی من انجینیر کی است تو؟ انجینیر و بدبختی دیگران خندیدن خوب نیست. بولا بچه ها بعدای من باید ماشینی نو خرید ما اکنون دو ماشین داره نداره از مربی پوست آرسته بباینا ما دو ماشین داریم و شما بسیار چیز داره. انا دیدی ما بسیار چیز داریم از همه بسیار همینه که ناز نبینم. پدرش چیکاره؟ آرسته بباینا بعدا باید با نزدیکی باشما شنپیری انگاز که تو با میارد از سطحه اتاق بله بودی. بچه من هیچگاه زن نمیگیم چی؟ زن نمیگیری؟ نه بالای چی زن نمیگیری؟ بزن چخر میشود یو زنجای کردن هم بدی میشانا انا من مثل اوتم دو تا زن میگیرم حتی یا تو زنجایم یک از اوتم میشه یک دیگش اپم بچه من دو چه دارم دو چه داری؟ یوان من دو آتا دارم من سه آتا دارم ما آتا نداریم برای چی اوتا نداری؟ برای آنکه آتامی و دیگران آتا کتا من یک آتام رو با تو که هم نگیری مایا نه که هم تو نه بایتر میکنی بایتر؟ چی و با چی؟ من با تو آتا تو با من چوچک یکی بسیار نمه باز خویتن نشود آتا یافتن آسان کنی میشو چوچک یا گوش کن همین چشم با آدم چی لازمه؟ برای دیدن گوش چی؟ برای شنیدن بینی؟ برای گوش کردن دهان دهان برای گپ زدن برای خوردن خط دست پا زانو دیگرش معلوم لیکن اینش برای چی لازم باشد؟ نو برای زیبایی نیافتی خیلی تو گوی اول اینجا چیز شنونده بودم بعد فهمیدم که خطا شدم چون ساختمانچوی خودمان خندند و جای دیگر شنونده فهمیدی؟ لیکن اگر اینجا نبود خوبتر نشدم چه بچه ها؟ اوچه من دو نام دارم آبشای تو دو ناف دارد؟ نه دو نام دارد براستی؟ ها آتم روزانه گدایی بگفتن ما میگیرد
حضرت شوکی شد محتویش میگم. نیگارا جان تو به من راستش بگو که تو رو رنگی هیچ هم تو در فکر نیگارا جان چی باید کرد که خداوند گناههای ما را بخشد؟ برای آنکه خداوند گناه ما را ببخشد ها. اول گناه کردن در کن جمع کن اپوش نمانی بو اینجا بیا نامت چی بود؟ شکر خوجا نامت شکر و شیرینیت را از تو ندیدم تو باز با پای افزاری دریدن با باغچه آمدی پای افزال دارم این باغچه داری؟ چی؟ پای افزالت را من دراندم ده همین گفت کم بود دیدم از جنجالی بیوه یا چه خلاص شدم چی گریه نکنی؟ او چند میزند که پای افزال کندی او چند بسته که او تم میزند باغچه کم شما زدن اثر بکنه کای من درست دادم کای من درست دادم ایزدی تو پای افزالی نپرم درست نپاید گناهی من چی؟ شیرانی گلیم اینجای من هم چی شده؟ اوه کم کوی چی که یه دو قصوره رفتن موستای پای افزال دوست زده بچه ها میخواهم با آمریکا رومو از منبری آنام برآمد کنم با اون بچه هایی که جنگ آتش بازی میکنن گویم بچه ها بسیار جنگ آتش بازی نکنید که شب خوابهای بد میبینید مادرم در کودکی هم ما را برای آتش بازی تنبیه میداد میگفت که عاقبت آتش بازی فلاکت است بیبی هم باشد از مادر هم سختگیر فعلش بد بود او بچه های آتش باز رو برای ترک فعلی بد با جارب این سوخته میزد که اونقدر هم فارم نیست بچه ها من شما رو آگاه کردم من هم میخواستم با امریکا با آرامو گپای خوشیدم را گویم لیکن افسوس نمیتوانم و برای چی؟ چون که کارم بسیار در خانه گوشه زنده دارم آنجا بلبل، خرگوش و چند تا کبوترها را پرورش میکنم آنها با من سخت عادت کردگی بعد این سخنها شما یک روی کرده با آتش بازی کرده مردک باری هم مشتا با آرسته بابا نمیگویم اون که با شما چی کار کردنشان رو میداند من این سخنها را از روی دوستی و جوانمردی گفته ایستادم باز نگوید که فعل مربیهاش را میدانست و ما را آگاه نکرد وای بچه ها آنا شنیدی گپ های اینا رو شنیدی با اینها سری من سفید نشدم سری کی زمین شود اهمیت نده اینها کودکن کودک ما کودک نیسته پدر جانم سر دارد سرداری ماشین دارد ما را باغچه میارم با ماشینی ایداره ما را باغچه میارد با ماشینی ایداره یلمر که رفتن دیروز توفلی خرم با فیروز توفلی های طبیبی اما اندازش چی؟ توفلی های طبیبی اما اندازش چی؟ آشپزی باغچه ما خاله با ایصاف است اما شلباهای او پیاز و آبی صاف است اما شلباهای او پیاز و آبی صاف است مدی باغچه ما یک خاله است دونانا حقی میوهی مایا او میباید بخونه حقی میوهی مایا او میباید بخونه لبی زنی خوب است دلم بغل نیست